سلام. توی اولین ویدیو میخوام به این بپردازم که چجوری از AI به عنوان چیزی که افیشنسیمون رو میبره بالا استفاده کنیم، نه اینکه کارمون رو کندتر بکنه. یکی از تجربیاتی که امسال داشتم درس ایپین بود. با دو تا از دوستام همگروهی شدم. اولش یه استراکچری رو با جی پی تی زدیم، تقسیم کار کردیم، دوباره با جی پی تی. بچه‌ها و من شروع کردیم به کار کردن دوباره با جی پی تی. رفتیم جلو تا جایی که دیدم کدای بچه‌ها به کدای من نمیخونه. هر چی کد میزدن من مجبور شدم دوباره بنویسم. اول فکر کردم شاید من دارم اشتباه بهشون میگم چی کار باید انجام بدن، بعد فکر کردم که اونا دارن اشتباه از جی پی تی استفاده میکنن. جفتش تقریبا درست بود، ولی جلوتر که رفتیم خودم به این مشکل خوردم دیگه. کدایی که میزدم با جی پی تی به کدای قبلیم نمیخورد. سعی کردم تا جایی که میشه پروفشنسی کارو ببرم بالاتر. خودم بیشتر عمیق‌تر شدم، کدامو خوندم، دیدم چه چیزایی ربط داره به اروری که دارم میگیرم، چه چیزایی ربط داره به کاری که میخوام انجام بدم. فقط فایل‌های مربوط رو ارسال میکردم، فقط اون بخشا ارورای مهم و مربوط و جایی که خودم فکر میکردم مربوط باشن و نظرات خودم رو بیان میکردم. خیلی کارو بهتر و جلوتر میبرد. ولی نتیجه‌ای که ته همه اینها گرفتم این بود که توی هر حوزه‌ای، از کارهای مارکتینگ و اقتصادی گرفته تا کارهای دیجیتال آرت و اینجور حرفا، چیزی که نیازه اینه که شما دید فاندامنتالی و عمیق نسبت به کار خودتون داشته باشید. یعنی بلد باشی کار خودت رو از صفر انجام بدی و حالا به عنوان یه آدمی که خیلی خیلی جونیوره از جی پی تی استفاده کنی که خب اوکی، من این تابع رو دقیقاً با این ورودی با این خروجی برای فلان کار میخوام. خیلی دقیق بتونی اون چیزی که میخوای رو توصیف کنی، به جای اینکه انتا چیزهای مختلفی بزنی که به هم نمیخورن و کلی تایم باید بذاری برای اصلاحشون. یه سری چیزایی رو بذاری که واقعا به کارت سرعت میدن. یه سری چیزایی که باید کلی در موردشون فکر می‌کردی تا پیاده سازیشون بکنی، دیگه نیاز نیست اون همه براشون زمان بذاری. فقط لازمه دقیقاً بدونی چی می‌خوای، بگیریش، بری قدم بعدی.